با نام خدا سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. امروز ما سفر داریم به یکی از شهرهای دیگری فرانسه و ما منتظر پاییز یا ترام هستیم و این ترام ما هم آمد، میریم شهر دیگه و ما را شما همراه باشید دوستان عزیز و به شبکه ما سر بزنید و ببینیم که در این برنامه ما برای شما چه چیزا آماده کرده میتونیم. با ما باشید، با کانال ما سر بزنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و با دوستانتون بفرستید. ما هم داخلی برای میگه که مسته بزن. این ما هم داخلی چی شدیم؟ پاییز شدیم انشالله. میریم طرفی یک شهر دیگری فرانسه. دوستانی عزیز، این هم داخلی همون پاییزی که رفته ایستیم. جای نشستی ما این اینجا انشالله میشینیم. یا بسم الله میگه میریم بعدم دایش ما دوستان طرفی شهر دیگه ببینیم تو چه چیزا برای شما آماده کردن میتونیم در این برنامه دیگه. با ما باشید دوستانی عزیز. دوستانی عزیز، ما رسیدیم در شهری گفتگیمون. این هم شهری آش است، یکی از شهرهای یا ناحیه‌های دوردست در جنوب فرانسه و میریم امروز داخل شهر ببینیم چه چیزا برای شما نوارهای خوب و جالب دیدنی پیشکش یا موادهای تازه تیار کرده میتونیم برای شما برای دیدن، برای تماشا کردن. این گاهی یا که مثلا وگزلی شهری آش. شهر آش چندان شهر کلان است، شهر خرد است. درخشم وگزل کسه ها جای بلیط فروشی. اینا میریم نصیب باشه بیرونی از این ساختمان بیرون. این طرفشم وگزلی اتوبوس ها شد، اتوبوس هایی که دیگه شهر ها میرون از طریق قبیل تغب، موتوبان، اژین، لژوقدن، کاندوم، تولوز، دیگه شهر ها. این طرفش وگزلی اتوبوس ها شد، این طرفش گفتی گفت وگزلی پاییز داشت. اینا بینه دوستان اونجا یک قصر نمایان میشه. خب سالی گذشته ما اینجا آمده بودیم و بریم ببینیم که از سال گذشته تا این سال چه فرقیت ها آمده است در این شهر. شهر تقریبا 25-30 هزار اهالی دارد دوستان. گفتم شهر کلان نیست، شهری خردکک است اما خیلی تمیز و تر و تازه. این هم بوس‌هایی که در اینجا هستن داخل شهر. دوستان بوس‌ها تیکتی که مثلا در داخل شهر میگرده یک طرفش 1 یورو هست. با ما باشه دوستان، برنامه‌های ما جریان دارن، با زود برمیگردیم. این هم وگزل هم از بیرون ببینید داره یک ساختمانی خردکک است اما هم پاییز داره هم اتوبوس و در پایان شهر هم یک میدان هوایی داره که برای تیارهای خرد است. اما تیارهای خرد اونجا میشینه. دیگه میریم طرف شهر و ببینیم در کوچه های شهر چی میگذره و چی چیزا دیدنی و زیبا دارد این شهر که ما بهر شما نوار بگیریم و پیشکش کنیم. این یکی از کوچه هایی که مرکز شهر و وگزل یا بگه میپیوندد. شهری این هم دوستان یکی از کوچه های دیگری شهری آش یا ناحیه‌اش بگم شهر بگم خیلی خود داری ناحیه‌اش هم گه میشه. میریم طرف های مرکز یا مرکز چی گم خواهد. دوستان ما هم در یک چهارراهی دیگر شهری که ناحیه آش قرار داریم. یه هم چهارراهی چند راه یک
2 3 4 5 کوچه را با هم میپیوندد. خیلی چهارراهی خوب است، چهارراه کلان است. باز میریم از همین کوچه دیگری طرفی میگه کوچه های اینه، کوچه که طرفی تولوز و مورتوگان و اینجا میروه. ببینید اون طرفش مخصه اژن میروه، اون طرفش تاق میرفته است، اون طرفش کدام شهر دیگه. با ما باشه دوستان، ما اینا میریم دیگه کوچه ها شهر ببینیم چی صدای دارم و چی. میرم دوستا یک کوچه دیگه طرفی مخصه و اژن میرفته است، شهری که و ناحیه آش پیوستن به در پهلوی ناحیه آش میباشن. شهرهایی را میبینیم. دوستان ما میریم طرفی مرکز و ببینیم در مرکز چی چیزا هست. یعنی که از کوچه های دیگری ناحیه آش اینه یک کوچه زیبا. بریم نصیب باشه. اوه مرکز شهر در بلندی قرار گرفته شده است. بریم مرکز شهر، بریم همون بلندی. خوبی همی شهرهای یا ناحیه‌های فرانسه در چی است که تفاوت بینشان نیست، فقط از لحاظ کلان بودن و مثلا خرد بودن فرق دیگه. تمام شرایط ها هست. از قبیل مثلا همون مغازه‌ای که در شهر کلان هستند در اینجا هم هستند، همون نرخ در اونجا هم هست، همین نرخ هم در همینجا هست. شرایط زندگی همون شرایطی در پاریس در قشلاق‌ها و بگیم دهات‌ها و ناحیه‌های دوردست هم هست. همونجا هم سویت هست، آب هست، گاز هست، دیگه در همینجا هم یکم فرقی نداره بجز نام‌ها و شهرهای کلان و بزرگ. اونجا مغازه حلال آلیویه، اونجا بانک‌ها، اونجا هم چی میگن ساعت ویسیاز ها، جای تلفن فروشی و سیم کارت فروشی. اینجا هم جای سیاحی، کمپانی توریستی و دیگر. با خاطر خواستم بگم که در فرانسه همیشه خوبیش همه که تمام مغازه ها در هر جا یک خیلی، در همه جا یک خیلی، چه شهر کلان باشه چه شهر خرد، در همه جا برابر است خلاص. و شرکت های بیمه یا استراخافکا در همه جا هست. خب با ما باشه دوستان. این یک کوچه دیگه خیلی کوچه راستی در اینجا روزهای پنجشنبه در این کوچه که حالی میبینین بازار میشوه، بازار همین شهر. این هم دریای ژخس، او نوشو قصر میبینین. اینجا دریا های دریای ژخس. این هم ماسته که شهر مرکز شهر با وокزال و گاغ اینجا پیوست میکنن. اینم ببینید شما یک باریگه خیلی شهر ناحیه زیباست، ناحیه آش. ببینید همه جا تازه، نگان درختی گفتی که خوب برگ ریختگی نیست یا برگ نمیبینی، همه را زدگی کلکه کگیم و سرسبز خورم شد از این سبزه را بین. آب بیچ خیلی صاف، خیلی تازه های. و ما یک چیز دیگر نفهمیدیم در فرانسه، در دریا آبازی کردن ممنوع است. در بعضی دریاها
اکثریت دریاهای فرانسه آبوزی کردن ممنوع است. بعضی دریاها که ما خیلی رفتیم در دیگه شهرها اونجا آبوزی کردیم، اما اینجا ده نمیمونن. نمیدونم چرا، دلیلش چیه؟ زیرا با یگان مسئولین پرسیدن در کار چرا نمیمونن آبوزی کردن در دریاهای فرانسه. خب میریم دوستان طرفی بازم مرکزتر، با ما باشید. و دوستان شما در تصویرهای خود کاتدرال یا مقصر شهر ناحیه آش هم ببینید. اینم کاتدرال قدیمی است. سیستش هم میریم ولی پیش در نزدیک روار میگیریم و من میخوام که در این شهر یک برنامه سوز کنیم. چند دقیقه بس است که کفایه است، چون بیشتری ها و کوچه ها و مثلا دیگه شده سال قبلی در برنامه قبلی و در یوتیوبی خود دارم و شما بتوانید داخل شوید و تماشا کنید. این هم دیگه کوچه ناحیه آش و دوستان یک چیز دیگه که اینجا مغازه حلال است، مغازه برادرای عرب و افغانی. مثلا تمام چیزا رو این هم یکی دیگه از کوچه های ناحیه آش. دوستان در این ناحیه چندین موزه ها هستند، سینما هستند، تئاتر هستند، استادیون ها هستند، بسین هستند. خیلی شهری گفتی گفا یا که ناحیه چی است، همه شرایطاش مهیا هستند، همه شرایطا را داره. زلی باکس هستند، زلی گوشتینگیری جدا هستند، تنیس هستند، تنیس کلان، تنیس خورد. همه این شرایطا را این ناحیه داره و ما چنانچه گفتیم این ما دیگه کوچه میریم. چنانچه گفتیم در دیگه برنامه ها رو در دیگه سال قبلی ما آماده کرده بودیم برای تماشابینان. شما میتونید در یوتیوب داخل شوید و ببینید. اینم ناحیه آش، اینم دیگه کوچه ناحیه آش، اینم دیگه کوچه و میریم دیگه طرفی شهر. اینجا یک چی بوده، کلیسا بوده. کلیسا یک دیگه نمیدونم چند ساله های اگلیس سن آغین. اگلیس کلیسا را میگن، کاتدرال سوار را به حساب سوار یا کمو کلیسای کلانتر. خب این دیگه کوچه مرکزی ناحیه آش و ناگفتن امونا ناحیه آشی فرانسه با ولایت آش قرقیزستان برادر شهر می باشد. این هم در کجای خوانده بودم نام خاطر همی آش همه آشواره هم نامه. کوچه های سایه و سرگل و خلوت. چنانچه گفتیم ناحیه آش خورد است، قادم نداره و همه چیز با ترتیب با منظم. مغازه های مرکزی ناحیه هستند، بژوتری، لباسه، خوراکه، کاندیترسکی، کتابخانه و دوستان راستی کتابخانه بود ندارم در ناحیه آش. خیلی مغازه های کتاب فروشی زیاد هستند و بغیر از این بیبلیوتک کلان داره
که او هم به حساب رایگان است. این هم دیگه کوچه مرکزی. با ما باشه دوستان، هستیم با در علاقه. این هم کوچه های با هم پیوستی خوردی ناحیه آش. یعنی کوچه پایان میره، پایان طرفی وокزال و اقاق اجزا، این طرفی مرکز. اینجا بانک ها هستن، مغازه ها هستن، پوچته هست و خلاص که چیزی که مربوط به شرایط فعلی زمانه مطابق است در اینجا کار میکنن. و این هم یک زل است سالن، به خاطر یگان چاره‌بینی ها، یگان محفل ها گرفتن. و اونجا هم یک مغازه استانبول است، کبابی استانبول که برادر مسلمان ها کار میکنن. این هم یک کوچه دیگه که و مرکز در مرکز جایگیر شده است. و ببینید چه سرسبز گله های پیچان. اینه بخیر این سالا اون طرف که بزگرن دیگه با اینجا ستکم میگیرن، این قرار دیگه با اینجا سویا میشن. اینجا کدوم بار است، رستوران است. خب بگذاریم بریم دیگه طرف های کوچه های دیگری ناحیه آش. نویز که سرسبز است، همه جاش خیلی پیچان. اینه میریم دیگه طرف. کوچه ها رو بیش خیلی من در بلندی قرار داریم. طرف دیگه خانه ها هستن. خب میریم با دیگه طرف. چون گفتم در اینجا کتابخانه هم مغازه کتاب و اشیا بیشتر است. ببینیم ما در کوچه کجا میریم، کجا میبریم. در فرانسه یک چیزی معمول است، مشهور است که مردم در قده کوچه یا در تراس نان میخورن، دیگه میخورن. همین چیز معمول است، مشهور است. نبینید در قده کوچه این رستوران ها چیزای خدا برآوردگان سال خدا محتلی مشتری ها هستن. و بریم اون طرف ها چی گفته. خب این هم یکی دیگه از کوچه ها. هم بریم چی گفته با ما باشه دوستانی عزیز. این دیگه کوچه یک چیز دیگه در یادم زد، یک سیگار دیدیم بسیار. ببینین این خانه قدیمه است، خیلی قدیمه است، از چوب ساخته شده از دوره قدیم. این هم تا نگاه کردن برای همچین یک یادگاری، همچین یک چی. اینجا ببینید تاریخش کدام ساله. خب اینجا هم بازسازی شده از سال 1932 و 1963. دوستان ما رسیدیم به مرکز شهر و چون گفتیم ما میریم همون پیش کاتدرال یا قصر یا کلیسا. ببینید این همون کلیسایی که بگیم کارتشون ویزیت های همین شهر های چی میگن، یعنی رمزی همین شهر. او طرفش پرفکتوره، این طرفش کلیسا، کلیسای ناحیه آش. خیلی بزرگ است، خیلی کلان است و خیلی زیبا. این هم دیگه خانه هایی که در چهار طرف کاتدرال و کلیسا هستن. این میدانش، این طرف هم مرکز. او اونجا بیرق‌ها که میبینین جای شهرداری هست. این هم برادران کاتدرال یا کلیسای کلانی ناحیه آش. نه که داخلش نمیریم چون داخلش در برنامه‌های قبلی داشتیم.
خواستم برای یک آشنایی یک چی کردن شما را آشنا بسازم. اگر بخواید که درون شب ببینید برنامه‌های ما رو پیدا کنید در یوتیوب و ببینید اونجا همه چیز هست. و اینجا هم خیلی گردشگرها زیاد میان. یکی از بودجه‌های دولتی که در اینجا مثلا چی میشوه از حسابی بودجه دولت از حسابی یعنی گردشگران و سیاح‌ها هستن. در شهر آش چندین موزه دیگه هم هست، موزه های قدیما، موزه های امریکای لاتینی، امریکای شمالی هستک و سیرک هسته دیگه چیزا هسته. خب ما میریم دیگه باز طرفی مری شهر یا مرگاه را چی میگن شهرداری میریم. این طرف و طرف دم چون جوتیم در فرانسه بسیار ریواج است که مردم در کوچه ها نان بخورن در تراس. این هم یکی ساختمان های بیبلیوتک یا که کتابخانه شهری ناحیه آش. دیگه آموخته شدیم شهر گفته همه جاها را دیگه ناحیه آش هم شهر داریم. و با بزرگیتان مبخشند دیگه همیشه ای گپو خبریم که دیگه طرفو چی گفته بود. دوستان این مرکزی گفتی گپو قلبی ناحیه آش. این هم شهرداری، این هم فواره، این هم دیگه رستوران های غذاخوری و چندین مغازه و دیگه و دیگه. این هم همون کلیسا یا که همون کاتدراله که هست. در ناحیه آش تغییرات کلی که ما دیدم تماما دگرگونی شده است. تغییر اولی که ما دیدم همین اتوبوس ها و بوس ها را تبدیل کردن. سال گذشته دیگه خیلی بود رنگ و دیگه چیزاشون، امسال دیگه شده است دیگه. این هم درختی آهنین در داخلش کتابخانه هست. چنانچه که در فرانسه کتابخانه ها و چه کوچکی زیاد است، رایگان یا که به حساب بی پول. این خیلی کتابچه ها را میمونن، کتاب ها را امروز کتاب کمای دیگه با میگیری میخوانی با میاری میمونی. خب سال قبلی ما از این کتاب گرفته بودیم. این هم دیگه سمت کوچه های ناحیه آش دیگه نمیفهمیم امروز در اینجا چی معرکه های شو خیمه زدگی دیگه کردگی. این هم یکی از مجسمه های آش. بریم ببینیم در بالا چی گپه. دوستان این خیمه را فهمیدیم روزای شنبه یک شنبه در اینجا معرکه های ویکند است. در این روزای استراحتی اینجا نمایشنامه های چیزایی گفتی گپه مراکه و لباس ها و نگاه چیزا با نمایش گذاشته میشوند. هم جای خوردنی هم جای خرید کردن هم دیگه است. این هم از بالا ناحیه آش. این هم از طرف بالا ببینید میدان مرکزی ناحیه آش با نام میدان آزادی است. این فواره‌ای که میبینید این اتوبوسی که مینی باسی که میبینید اون دیگه و انا گفتن همون دوستان این دو اتوبوسی که میبینید این حساب تمام مرکز شهر را میگردونه به پول رایگان. هر 20 دقیقه بعد میآید دیگه اتوبوس. اینا یک بار دیگه خیمه را ببینید خاطری سودا و میسامون نگن برای دو روز روزهای شنبه یک شنبه برای استراحت روزهای استراحت. این طرف چی گپه؟ این طرف رستوران یا بار یا این طرف پارکینگ ها
اون طرف پارکینگ های اتوبوس ها خلاص گپ کی همه منظم برای مردم ساخته شدن. اینجا مغازه کاریفور اکسپرس. خب دوستان با ما باشید، بازم برنامه ما جریان دارن. این هم پارکینگ ماشین ها و دوستان زیری هم دو سه قبط دیگه زیرزمینی پارکینگ هسته، همه بی پوله. بعضی هاش تا زانه دارن، این زانه سیاه کشید مثلا خلاص پولکی نیست، اینی پیشش پولکیه، پشتی سرش بی پول. و ساختمانی محکمه یا سود است، سودی ناحیه آش. این طرف هم زینه ها که به پایان میره. نگه اینا دیگه کشه دیگه شبینین. ما فعلا قرار داریم در بلندی در ناحیه آش. ببین چقدر شهرک شروع و تمیز و تازه. ببینید چون گفتیم این خیمه ها را زدن که روزای استراحتی را برای مردم خدمت کنند. خب بریم با دیگه طرف دوستان.